تاکنون رئیس جمهوری آمریکا از به کار بردن صفت اسلامگرا در اشاره به افراطگرایان خودداری کرده بود. روز گذشته باراک اوباما صراحتاً بر موضع خود تاکید کرد. ما با اسلام در جنگ نیستیم. ما با آنهایی که اسلام را تحریف می‌کنند در جنگیم. و آقای اوباما از القاعده و دولت خودخوانده اسلامی به عنوان مصادیق این تحریف نام برد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در نشست ریشه‌کنی افراطگرایی خشونتبار که در واشنگتن در جریان است بیان کرد. ما باید این ایدئولوژی ها را بی‌اعتبار کنیم. باید مستقیما با آن به مبارزه بپردازیم و نباید از این گونه گفتگوها پرهیز کنیم. در سالهای اخیر گروه‌های افراطی از اینترنت برای جذب نیرو بهره بردند. آقای اوباما فضای مجازی را جبهه دیگری در مبارزه با افراطگرایان توصیف کرد. ویدئوهایی با کیفیت بالا، مجلات آنلاین، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، توییتر تروریست‌ها، همه برای جذب جوانان امروزه در فضای مجازی طراحی شدند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا باید شرایط لازم در همه سطوح جامعه برای شهروندان فراهم شود تا جذب گروه‌های افراطی نشوند و این کار از خانه، مدرسه و محله و جوامع محلی شروع می شود. گیتا آریان، صدای آمریکا.